هفتم اوگوست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با جریان کارهای ساختمانی برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی بنیاد خانه‌های استقامتی در ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت شناس شد. نخست سروزیر مملکت از رفت کارهای ساختمانی خانه‌ها به عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده در محله نوبنیاد در نزدیکی دهه سبززار جماعت دهات لنگری شاه شناس شد. ضمن شناسایی با جریان کارهای ساختمانی اطلاع داده شد که در دهه نوبنیاد بنیاد 36 خانه استقامتی با مرام ادامه داشته کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار دارند. ضمن واخوری با مردم ضرر دیده تاکید شد که با دستور سرور دولت همه خانه‌های ویران و ولنگار شده با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب صاحبکاران و دیگر شخصان وطن دوست ساخته شده تا جشن استقلال دولتی به استفاده داده می‌شوند. در اساس دستور سپرشوی پیشوای معظم ملت تمام مسائل ساختمانی به ضرردگان آفت‌های طبیعی دسترس کرده عین زمان در 164 منزل استقامتی قسمت و 33 منزل استقامتی پرزرده کارهای ساختمانی ادامه دارد. در 33 منزل استقامتی پرزرده 97% کارهای ساختمانی به آخر رسیده در روزهای نزدیک به پرگی به اتمام رسانده می شود. در 164 منزل استقامتی قسمت زرده باشد عین زمان در 151 منزل استقامتی تا پوشاندن بالاپوش بام کارها به انجام رسانده شده. در روزهای تجلیل جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام منزل‌های استقامتی شهروندان از آفت‌های طبیعی زرده به اهالی زرده تقدیم کرده می‌شوند. در ادامه سفر سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در دهه بوستان 6 خانه استقامتی عائله‌های پورا ضرر دیده و 3 خانه استقامتی عائله‌های قسماً ضرر دیده از آفت طبیعی را به استفاده دادند. ذکر گردید که در 26 خانه استقامتی کارهای ساختمانی ادامه داشته در عرفه انجامیابی قرار دارند. سروزیر مملکت به مسئولین و ساختمانچیان دستور دادند که هنگام بنیاد خانه‌های نو به استفاده درست مسائل ساختمانی و تامین استواری بناها اهمیت جدی دهند تا این خانه‌ها سالیانی دراز به مردم خدمت کنند. همچنین تاکید گردید که در دهه سرچشمه ساختمان 4 خانه استقامتی ادامه دارد. در ادامه سفر در دهه کولی کلان ناحیه تاجیک‌آباد همچنین خانه‌های استقامتی به 9 عائله‌های پورا ضرر دیده و 2 عائله قسماً ضرر دیده به استفاده داده شد. کارهای ساختمانی در 32 خانه دیگر ادامه دارد. باید تاکید نمود که از لحظه‌های اولین بعد رخ دادن زمین لرزه با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد معین نمودن خسارات رسیده از عاقبت‌های زمین لرزه و تشکیل کارهای برطرف کنی کمیسیای حکومتی در هیئت راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار تأسیس یافته به ناحیه تاجیک‌آباد سفربر گردید. من از این خدمت‌های شایسته محترم جناب عالی که ما را در این کوهستان بلند تنها نگذاشته در قطار تمام خلق جمهوری تاجیکستان این خیلی غمخواری بی‌نظیر کردن به این خانه‌های با حشمت به همه تجهیزات‌های روزگار تامین کردن. از صمیم دل منتظرگی میکنم. پس از شناسایی با جریان کارهای ساختمانی و تقدیم خانه‌های استقامتی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه تاجیک‌آباد واخوری نموده تاکید نمود که محض توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بود که ساکنان ضرر دیده در یک مدت کوتاه صاحب خانه‌های نو زمانوی گردیدند. تاکید گردید که سیاست سازنده و انسان دوستانه پیشوای ملت باعث آن گردید که اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده پورا با خانه‌های استقامتی تامین گردید. در ادامه سخنرانی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد را بخشیده به جشن استقلال دولتی تبریک و تهنیت گفته ساکنان را به سازندگی و بنیادکاری و رسیدن به قدر صلح و ثبات دعوت نمود. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد که صاحب خانه‌های نو زمانوی گردیدند منتداری گرم و صمیمی خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند.